د مشارکه دا پارتیا یکیتی یا دموکرات کرد سوریای پیش دچونین دیالوگا کردی چهار سرکرنا پرزگریکا کرد سوریای و هند مجارندن به ریا پانل که نقاش کرد. پانل به سرناوی رکفتنا کردی و ریوچونین دیالوگا به شامه و پیک هاتین سوریای را لپارکا خوندنه یا لطاقات الحجر آباشار حسکی هات ارگانیزه کرد. سیاست مدار روشنبیر اندامین پارتیین سیاسی ین جدا بشداری پانل بود. د پانل دا پیش دچونین دیالوگا کردی سوری یک ریزیا کردان و آستنگی لپیشبری دانوستاندنین بشامه هولین هربی و ناودولتی هر وها آسوین چاره سریا سیاسی و هن مجارین دن هاتن نرخاندن. د پانل دا هات گوتن یک ریزیا کردی نتنه دوی قناخ دا انج دوی وقت دا گرینگا لیج بوم سوگر کرنا مافی کردان د دستورا سوریه داشی گرینگا. بشداران نرین و نقاشن خوال سر مجاران کرن و دیار کرن که یک ریزیا کردی ریبازا چاره سر کرنا پرزگریکا کرده. هیچ دوی کنفرانسی ایگو چی بود جبر پارتیان کردی و جواکا سیویل حمول حاضر بود حمول پجدار بود تفدی شریکی وی کنفرانسی بود او یک جی یاد دوا یا گو بهتر وی کنفرانسی تمایز دکه و دهره گل پیش کوه جبر گل باجاری قامش لو بود ناو کردی سوریه دبوجی و به رسم و سیاست کرد سوریه بوجی با آلیکاریا اطراف کردستانی و آلیکاریا اطراف ناف دولتی بوجی